از خدا چی میخوایی؟ با وقتر ماشین چه؟ من از خدا میخواهم که این پدر و مادرم را صحت سلامت نگاه دارم به من بسه. خانه میخوایی؟ کنشنه پدر و مادرم سیاد باشن. البته پدری مادر من مغفره. به نام خداوند بخشاینده و به نهایت مهربان. دویمو می گفتیم که محبت پروردگار را با هیچ چیزی وصف کرده نمی شود. نه با آن محبتی که در این دنیا داریم نسبت به دختر، نسبت به مال دنیا و هر چی که این محبت ها همش ناپدید می شود، همش جنبست می یابد. چون با دختر عاشق می شویم، او عینی حال زیبا است اما حادثه می شود در رویش نقص می شود یا شرم میگن یا هر چی که است، اگر که محبت ما نقصاندار می شود یا که اگر این هم نشد سال می رود، روز می رود، پیر می شود. اون محبتی بود عموما هر چی تغییر یابنده است، اما یگانه محبت با پروردگار این تماما دیگر است. در دست من چند نامه زیاده از 20 نامه است که اینها رو مکتب بچه ها نویستن. به شما تماشابینان عزیز السلام علیکم میگویم. خدا نگهبان شما. از مکتب بچه ها خواهش کرده ایم که به خدا مکتوب نویسید. عجیب بود. چندین مکتب بچه را جمع کردیم و از آنها خواهش کردیم، گفتیم به خدا مکتوب نویسید. اکنون خود شما تصور کنید که فرزند شما همین مکتوب رو می نویس چی درخواست میکرد، چی میخواست از خدا. نمیدونم تا چی قدر اگر همه این مکتوب ها رو خوانیم وقتی زیاده می رود، چون ما از کوچه از مردم هم پرسان شده بودیم. مکتوب صنفی 7. خدا شاهد است، من به یگان تغییرات همین گونه که گرفتم همین گونه میخوانم، حتی پایانو بالا نکردم. مکتوب از صنفی 7 یتیم بوده است. اینجا ما گفته بودیم که قید کنید ملیمان. مکتوب به خداوند. من از خداوند میخواهم هیچ وقت دور نباشم، همه وقت در علاقه با خداوند باشم. از خودم خردترک را نرنجانم، هیچ وقت به راهی بد نروم. خواندنش کمی دشوارتر است نامه ها را، چون هر گونه مادرم را آزار ندهم، با مادرم داد نزنم، از خودم آدمان کلان را عزت کنم. من میخواهم که خداوند بخشش دوامش را خواندنم دشوار. مکتوب صنفی 10. همیشه شکر میگویم که به هر یک داد و نادادش، به هر آمد و ناآمدش، به آمدم، به هر یک نفسی بدو جمله کمتر نافهم است. شاید به تو من مکتوب ها رو جای به جا کردن یک لحظه از کوچه پرسان میشویم و بعدا بر میگردیم، چون بعدا حسن خط خواندنش خیلی دشوارتر است. رفتیم. از خدا چی میخوای؟ از خدا
خوشبختی پدر و مادر، خوشبختی همین انسانیت. باید هر یک آدم خوشبخت باشه. یک گلای پروس شمور کردن باشه. اما یک گلا وقت اولا میخوام که همون گناه ها کردیم ما خداوند بخشه. میخوام که مادرم رو حج بفرستونم، مادرم نماز خوان شوم، این آرزو حواسشون برسنه، همین قدر عذابوی کشتگیشون در قفاشون مونه. از خدا میخوام که ایمانم همه وقت به خودم باشد، این دنیای و دنیا آباد باشد. توجیکستان ما آباد شود، سیری پور شود، اینجا امان شود، مردم آسوده حال زندگی کند، فرزندان ما بیکم کش تنی صحتی کده زندگی برد همش. من آرزو دارم که در آینده من آرکیتکتر شوم. من هر دوتون یک میشوی؟ برای چی؟ برای نمیدونم. اما برای چی نمیدونم نه که آرکیتکتر میشم. آرکیتکتر کیست؟ من خانم پیشتگی و چه پلنش میکشتگی؟ پول زوره اینجام در. اکم پلاش کار نه هم توده. جیرم رفت منم میرم ها. نه خلق به خدمت میکنیم، خانه‌های بلند آشانه میپوشیم، میسازیم، میکشیم و ساختمانچا از روی نقشه های ما خانه میپوشند. از خدا چی میخواهید؟ از خدا من از خدا میخواهم که پدر و مادرم را صحت سلامت نگاه دارم به من بسه. تینجی باشد، ارزانی باشد. خیلی لباسای فسای امروز توی داره؟ دومو؟ ها؟ کنی هر روز؟ صنفی چند میخونی؟ ششم. و در صنف ششم زن میگیری؟ زن نه. حاضر داماد گفتم ها گفتی کلین کنی گفتم اون طرف نشان دادی و؟ آرزوی کلان دارم. همین چی هم هست؟ هیچ. شاید همین تماشابین یکش آمین گوید و آرزوتان رسید. خدا شنونده است. خوشبختی شود. همه خوشبخت شود. همین خوشبختی. همه سلامتی، صحت سلامتی. همین. شام الله خون شما. الله خون. از خدا میخوای که الله خان باشه. با چی میخوای؟ شد. فقط زن باشه. مادرم صحت سلامت باشد. مادر را دوست میداره؟ ها. اگر کلان شوی برای مادرت چی میخری؟ ماشین. ماشین؟ مادر ماشین رانده میتونه؟ نمیتونه. نه ماشین در کنه یکم من به خانه دار شوم شد. من ماشین در کنه. از کجا خانه باشه؟ تو رفته میگه. از کجا خانه باشه؟ خیلی طرف هشتم می. برای چی هشتم مرکز ایستادگی؟ من به مرکز دکانه. خیلی بسیار خوب. چند خانگی باشه؟ خیلی 3 خانگی باشد. بسیار 3 خانگی میدان نه؟ 3 خانگی من به نه من به یک تو خدا میشه دکان. یعنی بالاخره از خدا خانه میخواید؟ کمش نه. شما میتونید با حضور که خدا ما رو شنیده ایستاده است. خیلی میدونم من اینه پیش همون نمیگوید که این بعد در جای جای نماز بشتگی ننده میگوید این گپایه. این حاضر نوزت ل پیش همون گفتن. فرله. این شب رفته میگوید؟ البته چه وعده میدی؟ کنش نه. ادامه است. مکتوب به خداوند صنفی 8. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا قدوس، یا ملیک، یا رزاق، یا فتاح، یا کریم، یا حلیم، یا جبار. خداوندا خودم تمامی عبادت های کرده بندگانت را به درگاهت قبول فرما. در حق کل مردم دعا کرده است. کم و کم بودی آن را عفو نمایی. اله ما را از یاد خود محکور مکنی و به غیر خود مشغول مکنی.
بسیار شاعرانه نوشته شده. صنف 8. من تا آخر نخواندم، اما مرا ببخشید اونجا یک چیزهایی هست که مکتوب به خداوند. صنف 7. برای رضاگی خداوند بخشاینده از خداوند التجا کرده است که به پدر جانم مادر جانم، یعنی که من این را اگر که خوانم با مانند صنف 1 می رود، از بس که بدن جمله هایشان چپ و راست هستند. صنف 5 و 6 و 7 از این سبب من کوتاه معنیش رو میگم. تنها درباره والدین دعا و تمنیات کرده است. مکتوب به خداوند صنف 6. یتیم. من به همه چیزهای خداوند دادهش شکرگزارم. سراول برای مادر مهربان زیبا دادم و برای عائله‌ام چنین مهربان و عائله غمخوار در هر یک. چون گفتیم اینو رو اگر همش رو تا آخر خوانیم معنیش رو میگیم که در برای مادر. صنف 11. من مثل دیگر بنده های خداوند میخواهم که با آفرنده‌ام در یک جایگی نشینم. به کل مردم تمنیات یتیم بوده. صنف 11 به دوستانم گفته است و من آرزو دارم که طبیب شوم. من مال و پول چیزی نمی طلبم، زیرا تو خودت هر چیزی که به من داده لازم است داده ای. من به از سلامتی، خانش خوب و با فراغت، تحفه ارزنده تصور کرده نمی توانم. هر یک اینها آرزو دارد و به خداوند آرزوهایشان را گفته است. در آخر میگیم یک چند آرزوهایشان را. صنف 10. یتیم. مکتوب به خداوند. همه آدمان در دلشان آرزوها دارند که خداوند آن را مستجاب میگرداند. یعنی طبیب شوم، این نفرم طبیب شوم و به آدمان بیمار، معیوب و منزل زیست ندارند به آنها یاری می دیم. نیت خوب. مکتوب صنف 8. یتیم. من در آینده کسب دکتری را انتخاب کردم، حماق دکتر، و من میخواهم که تو مرا از آدمان بد ایمن نگاه داری. هر پگاه روزی مادرم به من نصیحت های پر مضمون میگویند. دعا میکنند که من در آینده به آرزوهای خود برسم. هر کس که دعای پدر و مادر را میگیرد البته در آینده به مقصد خود میرسد. دعای پدر به از سیم و زر. من در سن 12 سالگی هم از پدر محروم گشتم. مادرم کوشش کرده ایستادند که به ما هم پدر و هم مادر باشند. من مادرم را میفهمم، برای همین من هر روز او را آغوش میگیرم و میگویم الها زنده و سلامت باشید، صاحبی جنت شوند. من میخواهم که در آینده به شهری ترقی کرده ترین آلمان رفته در آنجا علم آموزم. من هر پگاه روزی به نام تو خداوند بزرگ عبادت میکنم و هر روز
التجا میکنم که تو عائله ما را در پناهت نگاه داری رحمتی کلان که خداوند به من این خیل حیات داده ای. خداوند شکر که من به آرزوهای خود رسیده ایستادم. مکتوب صنف 8 است. مکتوب صنف 7 ما مختصر چون همه این مکتوب ها را خوانیم اگر وقت زیاد می رود. به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. همین حیات را رساندی برای چی؟ علامت سوال گذاشت. عجیب. می خواهم این را در حیات بفهمم. یتیمی کول می نویسد به ما. نه پدر داشت است نه مادر. مکتوب به خداوند کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. ای خداوند کریم، ای آفریدگار این دنیای فانی، اولا بر تو شکر. بسیار مکتوبی سخت بود، خواندنش بسیار دشوار بود. من مختصر میخوام برای شما نقل کنم از زبان این که یتیمی کول نه پدر دارد نه مادر. نقل میکند که ما در روسیه بودیم، حتی ساعتش رو من ساعتی 14 بود. در تق شد. خواهرچه هم در را باز کرد. پدرم وارد شد، سخت ما را در آغوش گرفت. مادرم در بیمارخانه بود. گفت دیگر مادرت با ما نیست. ما گریه کردیم، سخت یکدیگر را آغوش گرفتیم و من دیدم که تسبیح مادرم آنجا هست. رفتم تسبیح مادرم را گرفتم، تسبیح گرداندم. کودک نوشته است. از خدا زهره کردم، مادرم را برگردان. زهره کردم، برگردان. اما مادرم نآمد. در بین چند وقت گذشت. یک سحری ساعت 7:25 بود سحر. خواهرچه‌ام گفت که پدرم را بیدار کن تا با ما پول دهند، مکتب می رویم، چیزی خریدن در کار است. پدر رو بیدار کردیم، پدر از خواب نخیست. بیدار کردیم پدر از خواب نمیخیزد. دوامش خواندن دشوار، به حد دشوار. تماشابینان عزیز، راستی خیلی زیاد مکتوب ها است، اما همش بسیار انتظار نبودیم. راستی از این تفلکان انتظار نبودیم. بسیار نامه های دردناک بود. من راستی بسیاریش را خوانده نتوانستم، اما نقطه بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. و 3 یتیم عائله های کم بضاعت خواهش کردند که برای خواندنشان مکتب نوتبوک خواهش کردند. اگر از داخل شما نفری باشد که کمک کند، 3 نفر بودن یتیم کم بضاعت، میتونید که نوتبوک وای کنید. یک تاش رو ما تحفه میکنیم از نام خودمان و 2 نفر دیگر اگر باشد مرامت یک تی نوتبوک باشد تحفه شون کنیم. بسیار خرسند میشوند. کجا دانند به دلها دلی ما، کجا دانند به دلها دلی ما، گر یک خنده ما درد دارد.
زی احوال من چه میپرسی زی احوال من چه میپرسی که بیایی دانی برادری تاجیکم آستانم مدار از خدا چی میخوایی؟ از خدا میخوام که آیله من خوشبخت شود. از خدا چی میخوایی؟ ایمانم مستحکم کند، فرزندم خوشبخت باشد. هم هر چیز میخوام لیکن همیشه همیشه فقط آرامی تنجی باشه زندگی همه نقشت همه خوش خرسندانه زندگی عالی زندگی کنن. خلق تاجیکستان برادران ما از شهر سمرقند از ازبکستان من شما مهمون مهمان هستم. خوش اومدید رحمت کلام همین یک 500 متره و همین پیچیدن دیدم. الله مهربان و همین حواس کرده یک همون انسان برای این آدمی نقش شدن براش یک آرزو که از خدا پرسید خدای مهربان رفرم میکرده است. من خرسم من این چیز الله اگه خواهد اگر همین بیوک آدمی هم پیش پوچتم مردم پتاسسته من شما رحیمی غرمی کتگی یک برادر شما اینترویو کتگیتون من ویدیو دیدم تاشکم بودم همین دیدم شما نه گپ زناتون پروست ادبی تاجیکی اما برین و گم نکده ادبی گپ زایتون یادگیریتون به راست حواس کردم که این آدمای حقیقی تاجیکوی یک انسانای نغزم بودین. من شما عدیدگی هم خرسم راست یک برادری مسلمان صفتش به شما دیدم خرسم آرزو داشته بودم که شما دیدم. از خدا چی میخوای؟ از خدا که خود گم میشد گم نمیشد. چرا؟ خدا شما رو دیده ایستاده است چی میخواید از خدا؟ خودش ماشین تو نه ماشین کول خبیام یا شبکه می خنک هوا گوشو سرخ شده است. نه شبکه وای نه از خدا نمیدونم. نمیدونی از خدا چی پرسه؟ نمیپرسم هر شب. چی میپرسه هر شب؟ نو یگان گناه های میکردی من بخشد همین چیزایی میپرسم. نو ندانسته که دیگه دانسته که دیگه همین چیزایی توبه کردم. Boy, ileride business. ورزشگر نمیشه کنی یک مشته یک قند است کنی یک دیگر است بسیار خوب. این یکان چی به نجدست نکنه یک دیگه از عمل اجازه یک قند است شد خیر. من میخواهم я бы хотела бы стать доктором, лечить людей, помогать им. از خدا طلب میکنم که همه وقت صحت سلامت گرده. اساسا پدر و مادرم صحت سلامت باشن. تاجیکستان آسمانی صاف داشته باشه همه وقت. با وقتر ماشین چی میخواهم بچه‌ام خوشبخت باشد. خداوند تنی صحت دهد. من نفقه برامدم نفقه های سال خورده کردم. ارزی حویسی نویره های بینم همشون دانشکده و داخل شده من سودین خوانداسیم. همه آرزوهای نزدی بختشون تیاد الهی. بندگانش سلامت باشد تنجی باشد. از خدا چی میخواهید؟ از خدا تنی صحت میخواهم بچه کم تنش صحت باشد امید رحمت بچه‌ام انصافش میطلبم عمری درازش میطلبم و همین میخواهم از خدا. از خدا نماز خانم ایوشا دیگه هیچی در کار نیست. تا سراغت را نیابم من شبانگاهان نخوابم. بسیار میخواستم که از شما نیز پرسان شوم که شما چی میخواهید از خدا؟ از خدا چی میخواهید در کامنتر بنویسید و حتما ما خوانده از آنها نیز استفاده میبریم. خدا نگهبان شما تا برنامه دیگر. ای خدا مشکل
کشایم